با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. خب بچه اومدیم برای ویدیوی دوم توی این هفته. ویدیو قبلی آموزش شوتی بود و امیدوارم که حالا از اون ویدیو خوشتون اومده باشه و امروز میخوام بهتون آموزش کریت فامیلی رو بدم که شما میتونید چجوری یک فامیلی و یا یک خانواده در راکستار امتیه کریت کنید. خب چند تا چیزی که اول از همه برای ساخت کریت فامیلی مهمه. اولیش اینه که شما باید لول حتما بالای 10 و یا 11 رو داشته باشید و بعد اینکه حالا به اون لول مورد نیاز رسیدید شما با زدن cmd search create family که توی ادیت هم براتون میزنمش به صورت واضح تر رو بعد بزنید تا منوی ساخت فامیلی براتون باز بشه. توی این منو شما میتونید کارهای مختلفی کنید، مثل چی؟ مثلا میتونید اسلات فامیلیتون رو تغییر بدید که حالا نسبت به اسلاتی که تغییر میدید اون مقدار گلدی هم که از شما میخواد بیشتر میشه. مثلا اگر که حالا شما میخواید 5 نفر داشته باشه اسلات فامیلیتون اسلاتون میذارید روی 5 نفر. اگر که میخواید 10 نفر باشه اسلاتون میذارید روی 10 نفر. اگر میخواید 15 نفر باشه اسلاتون میذارید روی 15 نفر. و حالا اگر که حالا شما بخواید میتونید اسلات ماشین هم تغییر بدید، مثلا اسلات ماشین رو بذارید روی 8 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 35 نفر یا حتی 40 نفر که در بیشترین حالتش هم 81 گلد از شما میبره، یعنی با 50 تا ممبر و 40 تا ماشین. و حالا بر فرض مثال ما اسلات رو میذاریم روی 5 تا و اسلات ماشین هم میذاریم روی 5 تا. اینجا شما یه رنگ برای فامیلی خودتون انتخاب میکنید. هر رنگی که دلتون بخواد رو در این بخش میتونید انتخاب کنید. الان مثلا من رنگ 195 این رنگو مثلا بر فرض مثال من انتخاب میکنم برای رنگ فامیلی. و تگ فامیلی مثل چی؟ مثلا الان بر فرض مثال من تگ RSMTA رو میذارم یا تگ RSMTA که باز هم ممکن اگر شما این تگ رو بذارید توسط خود سرور رد بشه. در این قسمت شما باید شعار فامیلیتون رو بنویسید که آقا دوست داری فامیلی چه شعاری داشته باشه، یعنی شعار مختص فامیلی تو چی میشه. مثلا من اینجا یه چیز تستی میزنم، مثلا همین کلمه تست رو ما میزنیم و نیم فامیلیتون دوست دارید چی باشه یا همون اسم فامیلیتون که من اینجا واسه نیم فامیلی رو بر فرض مثال میذارم اسم مثلا فایر فامیلی، اسم فامیلی رو این میذارم. و حالا اینجا میگه که لطفا قبل از ساخت فامیلی حتما برید و قوانین در بخش UCP-RSMTA که براتون آدرسش رو میذارم برید قوانین رو مطالعه کنید چون خیلی بهتون کمک میکنه. اینجا هم یه آواتار یا یه عکس برای فامیلیتون انتخاب میکنید که الان باک شده. عکس های مختلفی هستش و از هر نوع عکس حالا چندین رنگ هم گذاشته، مثلا مثل این آواتار یا این آواتار که شما میتونید حالا بذارید و روی کریت فامیلی کلیک کنید و حالا آواتارهای مختلفی که وجود داره و شما میتونید این آواتارها رو قرار بدید. به این صورت هستش آواتارها. الان یه دور کامل آواتارها رو براتون میذارم که شما مشاهده کنید. و این بخش کلا سلیقه دیگه، یعنی به سلیقه خودتون میتونید کریت کنید. پلیر عزیز اینجا هم میتونید قوانین رو مشاهده کنید و یه سری توضیحات هستش. میگه که پلیر عزیز توجه داشته باشید که پس از ساخت فامیلی از گلد حساب شما کسر میشه که اینا رو حالا خودم در ادامه بهتون توضیح میدم. خب و عکس های دیگه هم که هستن اینجا که شما میتونید انتخاب کنید و با عنوان آواتار فامیلی خودتون. اینجا میگه که آقا یه عکس شخصی خودتون میتونید به عنوان آواتار فامیلی قرار بدید، یعنی اینکه یه عکس رو شما میدید خب و این میشه عکس فامیلیتون و کلا این عکس به سرور اد میشه.
نوشته که آواتار فامیلی اختصاصی پس از انتخاب این آواتار و پرداخت هزینه مربوطه با تیم مدیریتی در تماس شوید. یعنی شما ریپورت میدید و حالا میگید که فامیلی واردن، دایرکتور و یا منیجر بهتون گوتو کنه این قضیه رو بهشون میگید و آواتار مورد نظر خودتون رو قرار میدید و بعد از اینکه حتما پرداخت کردید طبق چیزی که اینجا نوشته و حالا 184 کی و یا 180 کی به اصطلاح میبره که اگر که بخواید در مکسیموم ترین حالت قرار بدید 261 کی و 500 از شما گلد میبره برای ساخته یک فامیلی که به شدت حالا ممکنه دستتون توش باز باشه. و چیزهای دیگه ای هم که مهمه که باید بهتون بگم اینه که حالا شما زمانی که فامیلی رو میسازید حتما باید یه خونه موقع ساخت فامیلی داشته باشید که اون خونه به عنوان خونه فامیلی مشخص بشه. و حالا اگر که شما فامیلی رو ساختید و خواستید خونه‌تون رو بفروشید بعد برید و اول داخل خونه cmd/on لینک رو بزنید که خونه‌تون رو آن لینک کنید. الان اگه من لینک بزنم میگه که شما عضو فامیلی نیستید و شما آن لینک رو میزنید، خونه‌تون آن لینک میشه و اون خونه رو سر میدید. خونه جدید رو که بخرید دوباره با زدن cmd/لینک میتونید که خونه‌تون رو دوباره لینک کنید و از این بعد زمانی که دوباره اسپانتون رو بذارید از اونجا اسپان میشه. و تایم‌های فامیلی مختلفی وجود داره که شما میتونید برید اونجا. و البته یه چیز دیگه هم که یادم رفت باید بهتون بگم، شما زمانی که درخواست کریت فامیلی رو ارسال میکنید از همون موقع که شما ساختید تا 48 ساعت بعدش توسط منیجر و دایرکتور سرور فامیلی شما تایید میشه و فامیلیتون اکسپت میشه و میتونید حالا ازش استفاده کنید. تا اون موقع فقط تگ فامیلی رو دارید و کار دیگه ای نمیتونید کنید. یعنی CMD ها مثل چت فامیلی، مثل ریسپاند دادن، مثل ست کردن رنگ یا اینوایت دادن کلا در اون لحظه برای شما کار نمیکنه تا فامیلی شما توسط آقای پاماژ و آقای پلاسما در حال حاضر تایید بشه. و شما هم حالا میتونید برید و 10 کی خورده فکر کنم میتونید گلد بزنید و حالا لیدری فامیلی رو انتقال بدید از بخش F10. میتونید حالا ماشین‌های مختلف بخرید و چیزهای دیگه. فقط به این توجه کنید که شما اسلات رو نمیتونید تغییر بدید. یعنی اسلات عضویت و تا جایی که من میدونم فکر نکنم بشه تغییر داد. و چیزهای دیگه هم که هستن میتونید رنگ‌ها رو خودتون کریت کنید. یعنی هر رنگ و پرمیشن خاصی میتونید براش بذارید، دسترسی خاصی رو میتونید براش بذارید و میتونید یکی رو پانیش بدید، میتونید فایند کنید، گان بدید و هر ماه از زمانی که شما کریت فامیلی کردید با فامیلیتون یه مقدار پولی رو بدید و تمدیدش کنید. اینا یه توضیحات مختصر به فردی بود که حالا من در مورد فامیلی بهتون دادم و امیدوارم که حالا از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که ویدیوی مد نظرتون هست حتما توی کامنت رو بگید، من میخونم و اون ویدیو رو براتون میذارم. و فعلا تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.